در تولور مهمانخانه سوغدیان شهری خوجند با مناسبت 100 سالگی بایگانی دولتی ولایت سوغد کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع رشد و پیشرفت ساحه بایگانیداری در زمان صاحب استقلالی مملکت برگزار گشت. در کار کنفرانس سردار سراداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرداران اداره‌های بایگانی شهر و ناحیه‌های مملکت، سابقه‌داران ساحه و استادان مؤسسه‌های تعلیمی اشتراک و سخنرانی کردند. در آغاز کار کنفرانس، معاون رئیس ولایت سوغد نامه شادباشی رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده را به همه حاضرین رسانیده، نقش و مقام کارمندان اداره‌های بایگانیداری را در حفظ و نگهداری حجت‌های تاریخی، دولتی و شخصی شهروندان شایسته ارزیابی نمود. ضمن سخنرانی‌ها تاکید گردید که سال 1925 نخستین اداره بایگانی در شهر خوجند تأسیس یافت و من بعد فعالیت اداره‌های بایگانیداری در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد برآمده شد. حالا در حدود ولایت 4 بایگانی دولتی، 18 بایگانی بین اداروی حجت‌های هیئت شخصی در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها و 529 بایگانی رسمی اداروی عمل می‌نماید. در محفوظگاه‌های بایگانی دولتی ولایت سوغد فوندهای کلانترین حجت‌ها نگاه داشته می‌شوند که اهمیت دولتی و ملی دارند. امروزها توجه رهبریت عالی کشور به رشد ساحه بایگانیداری خیلی زیاد است و با باوری میتوان گفت که امروز در جمهوری تاجیکستان 13 عدد بایگانی‌های دولتی و 65 عدد بایگانی‌های بین اداروی حجت‌های هیئتی شخصی کار فعالیت می‌نمایند که 3 بایگانی دولتی و 18 بایگانی بین اداروی در ولایت سوغد تعلق دارد. ضمن سفرهای کاری انجام داده شده ما از فعالیت بایگانی‌های هم دولتی و هم بایگانی‌های بین اداروی دیدن نمودیم و باوری حاصل نمودیم که در دوران صاحب استقلالی به نهایت همین ساحه بایگانیداری در ولایت سوغد رشد کرده است. با باوری میتوان گفت که در آینده نیز فعالیت بایگانی‌های دولتی و بین اداروی هم ولایت سوغد و در عموم جمهوری به طور نظررس به‌گذاری کرده می شود. مینه‌داری خود را پیش از همه و اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته و توجه خاصتاً مخصوص به ساحه بایگانداری بیان می‌نمایم. وظیفه و هدف و رسالت هر یکی ما بهر آبادانی و پاس داشتن گنجینه تاریخی دولت و ملت میباشد و ما هر یک ساحه کارمندان ساحه بایگانی وظیفه اصلی ما این تاریخ رو از عصرها به عصرها، از نسلها به نسلها میراث گذاشتن است. بینای بایگانی دولتی ولایت سوغد و فیلال‌های آن موافق با طلبات بایگانیداری ساخته شده، در آنها نفران فعالیت میبرند که فدایی کسبی خویشند. موردی ذکر است که در بایگانی‌های دولتی خزینه خصوصی شخصان معتبر دیار، انسان‌های خدمت کرده و خادمان نمایان دولتی و سیاسی سازمان داده شده، در آن حجت‌های شخصی آنها نگاه داشته می‌شوند. اصلا ما تاریخ‌شناسان، عالمانی که در ساحه در سمت تاریخ و من علوم اجتماعی سر و کار داریم، تحقیقات خویش را بی بایگانی تصور کرده نمی‌توانیم. چون محض بایگانی هست که اساس، زمینه، بنیادی هر یک تحقیقات علمی را تشکیل میده. واقعا همین بایگانی است که برای در سطح واقعا حقیقی، در سطح یعنی شفاف و واقعا تحقیقات مکمل تهیه شدن این یا آن رساله علمی محض بایگانی سبب شده میتونه. چون بایگانی رو ما عوض کرده نمیتونیم. بایگانی این سرچشمه نادر است که این یک برای مورخان اشیاء خام است. در انجام کنفرانس به چندی از پیشقدمان ساحه سپاسنامه و افتخارنامه‌های سراداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد سپرده شد.